بسم الله الرحمن الرحیم. 47مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت مردم عزیزمون تبریک عرض میکنم. ما طبق سنوات گذشته همکاران زحمتکش و خدوم ما در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از یک هفته گذشته برنامه‌ریزی‌های لازم رو برای جابجایی مردم در سطح شهر تهران به سمت مسیرهای اعلامی در واقع تدوین کردن، برنامه‌ریزی کردن. از شب گذشته که 21 بهمن ماه باشه، همه عزیزانم در حوزه فنی، بهره برداری و رانندگان عزیز خودروها رو آماده سازی کردن با تعداد 1100 دستگاه که برای امروز بتونن بهترین خدمات رو به مردم عزیزمون ارائه بدن. انشالله بتونیم با حضور حداکثری مردم و با بهترین خدماتی که ما انشالله با اتوبوس هایی که آماده سازی کردیم در واقع خدمت رسانی بکنیم و رضایت مردم رو در این خصوص انشالله جلب بکنیم. وظیفه خودم هم میدونم که از تک تک همکاران عزیز و زحمتکشم در مجموعه شرکت واحد اتوبوسرانی که در کلیه مراسم‌های ملی مذهبی به خصوص مراسم 22 بهمن امسال که از حساسیت خاص و ویژه‌ای برخوردار هست تشکر بکنم و آرزوی موفقیت برای تک تکشون دارم.